رهبر حزب دموکرات‌های آزاد آلمان که خود را برای تصدی پست‌های معاون صدر اعظمی و وزارت خارجه در دولت جدید ائتلافی این کشور معرفی کرده است، خواستار برچیده شدن تمام سلاح‌های هسته‌ای آمریکا از خاک آلمان شد. مذاکرات با طرف آمریکایی برای خارج ساختن زرادخانه هسته‌ای این کشور از خاک آلمان باید آغاز شود. این درخواست معقولی است که این سلاح‌های باقی مانده از دوران جنگ سرد از آلمان خارج شوند. مخالفان گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان پیش از این نیز در تظاهراتی سراسری در آلمان خواستار برچیده شدن بمب‌های اتمی آمریکا از خاک کشورشان شدند. هنوز بمب‌های اتمی آمریکا در آلمان وجود دارند، بمبایی که جز تهدید برای ما ثمری ندارند. حرفای اوباما دو پهلوه و بعید میدونم که اون در عمل دست از تسلیحات اتمی کشورش برداره. این بمب‌ها نه تنها جان مردم آلمان رو تهدید می‌کنند، بلکه خطری برای جهانیان است. همکنون حداقل 20 کلاهک هسته‌ای در پایگاه نیروی هوایی آلمان در شهر بوشل در جنوب غربی آلمان مستقر است که این کلاهک‌ها می‌توانند توسط بمب افکن‌های تورنادو آلمان حمل شوند. در حال حاضر 100 بمب اتمی آمریکا علاوه بر آلمان در کشورهای بلژیک، هلند، ایتالیا و ترکیه نگهداری میشن. جعفر عزیزی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برلین.